دوستان عزیز چنانچه گفتیم هنوزم ما در راهیم توی رفته هستیم توی توجیهی گفتیم در شهر لیون برگزار می‌گردد انشاءالله نزدیک شده средней скорости. Конец. دیگه با ما باشید ببینیم که چی میشه این شهرهای شهر لیون میباشه دوستان عزیز شهرهای لیون هم شهرهای پرکی هست خیلی گفتی که با ایستگاه ها دارن کلا مسپارید در شبه مگذاری میره این هم یکی از شهرهایی که طرفی شهر لیون میره انشاءالله وقت نزدیک شدیم به شهر لیون یک نیم ساعت دیگه مونده است این هم از شهرهایی که از طرف لیون میروند این هم با طرف پاریس جو بگردیم دیگه ببینیم کدام طرف ده آدرسی که ما در راه کردیم با ما باشد میریم طرفی توی رسیدیم انشاءالله دیگه میریم نصیب باشه طرف توی خانه یا خانه اون برادرایی که مثلا توی دارن عروسی دارن انشاءالله اگر اجازت بدن همه را بنوار میگیریم اگر نه تا خیر دیگه باشه نمیفهمم که چی میشه مقصد که شما یک شهر یک گوشه شهر لیون هم میبینید شهر لیون خیلی شهر زیبا و دیدنی هم بده است و نگفتن هماند شهر لیون با فکرم دیمی شهرهایی هم فکرم دیمی شهری کلانترین فرانسه می باشد اگر شهرهایی که بعد از پاریس می باشد خیلی هم کلان بوده خیلی هم دیدنی بوده خیلی هم زیبا چنانچه گفتیم روزای استراحتی هست که خیلی ماشین و مثلا آدم ها در کجا زیاد دیده میشه درچنده که روزای استراحتی هست دیگه با ما باشه دوستان بریم دیگه طرف های دیگه سمت های شهر تا چی را برسیم خانه تو دارم Внимание, стационарный радар. نبی دریا خیلی زیانی دوستانی عزیز چنانچه گفتیم در شهر لیون رسیدیم و شهر لیون میره خیلی شهر زیبا هم بوده است یکی از شهرهایی که داخل شهر لیون هم میریم و اینجا هم یکی از دریای خیلی هم زیبا بوده از پهلوی ما که متاسفانه خیلی دیار نیست
پیشتر دیدیمش در جی پی اس هم دریا رو نشون داده است. خیلی دریای کلان بوده است، ماستای زیبا داشته و پلهای هوایی زیاد داشته است و این ما از با این طریق بریم طرفی با داخل لیون. دوستانی عزیز، خیلی شهر کلان بوده. باور کنید نگاه که در کالساوای شهری چی قرار داریم لیون، یک تونل داشته، یک کلان بوده که هنوز ما نرسیم با توی خانه را راستی کرد. با کردی همین لیون همش پلاکی بوده چیزاشون، چی میگیم کالساوایش. این تونل به چقدر درازه دیگه نفهمیدم. اونجا 1200 متر بود، 1300 متر بود درازیش. نوشتگی به درستی کردم نگاه نکردیم. آبادی دولت بی، آبادی شهر بی. چقدر دولت فرانسه برای مردمش زحمت میکشه و برای مردمش شرایط‌های خوب مهیا میسازه که مردمشون عذاب نکشن. اینی را میگن دولتداری، اینی را میگن پیشرفته ترین دولت‌های دنیا. این زیاد بوده، خریب 2 کیلومتر زیادی روی راستی گپ نخوردیم زن بوده، چند کیلومتر نشتگی بود یا سراسی باشیدیم. خب با ما بیمانید دوستانی عزیز. این چی میگن تونل باور کنه از 3-4 کیلومتر زیاد بوده. همه قوماده اومدیم نه و اینا گفتی گپو بیرون میشیم از تونل. خیلی دراز بوده، خیلی گفتی گپو که شهرم چی میتا که کلانی شهر نشان میده. Через 3 километра сверните на съезд. یه با سارشی چند کیلومتر چند متر اینجا نشگی نیست با اینش نشگی نیست 1100 اینش با 1100 کیلومتر بوده.